چشمان یار جان چشم تو چشمان یار جان لاله بدخشان نا 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 Технология 5G изменит многое. салому дуруд мегӯем ба ҳаводорони мухлисони барномаи фарҳанги фароғатии шоми ғарибон. дӯстони азиз, имрӯз 11 декабр аст, соат ба вақти Москав 20 ва барномаи дӯстдоштании шумо барномаи фарҳанги фароғатии шоми ғарибонро мустақиман аз студияи марказии радиои Моҷир шунида истодаед. Ва дӯстони азиз, ҳамчунин дар хати мавҷи радиои Моҷир моро мустақиман мешунавед ва ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва YouTube моро метавонед тариқи видеои наворӣ, яъне ки онлайн видеоӣ тамошо кунед. дӯстони азиз, ин оғози барнома аст. барномаи фарҳанги фароғатист, барномаи табрикотист ва баҳри шумост, баҳри истироҳати шумост. хоб дӯстони азиз, телефони мо дар студия фаъол аст 8967 111 5646 8965 151 0410. моро ҳамроҳӣ мекунед давоми барнома. ва дӯстони азиз, табрикотҳо аст, дар ин ҷо бахшҳои табрикотӣ аст, сурудҳои дархостӣ аст. метавонед ки сурудҳо дархост кунед ва ёде аз дӯстон наздикони худ кунед ва имрӯз ба ёд биёред ки чӣ гӯям, зодурӯз доранд, кадом санаҳои фархунда аст, кадом ҷашнҳо аст, кадом чӣ бигӯям, рӯзҳое ки таърихе ки дар ёди шумо мондааст, рӯзҳои хотирмон аст, ба ёд меорем ва дӯстону наздиконро табрик мегӯем ба воситаи радиои Моҷир, барномаи фарҳанги фароғатии шоми ғарибон. дӯстони азиз, ин оғози барнома аст. чун ҳамешагӣ дар оғоз як суруди ҷаззобро пахш мекунем ва барномаро идома медиҳем. хоб, хаста набошед ва давоми барнома моро ҳамроҳӣ кунед. дар оғоз як суруд аз Фарҳоди Дарё, суруди Салом алейкро пахш мекунем, баъдан суҳбатро идома медиҳем. Santiago,
نحن صغار وجنود وانا مشرق شوري غزل معوناست منزل مغرب اندوه پر از رنگ غروب بنویسد نشانی مرا خانه دوست که نه از سنگ به نادشته نه از خشتون چوب چار سویش همه برنگ و برنگی عشق من از شرق و شمال نه هم از غرب و جنوب من از شرق و شمال نه هم از غرب و جنوب من از شرق و شمال نه هم از غرب و جنوب من زرد دوستو بیا نارنجی شویم I'm yellow, you're red, let's become orange. Give us a piece of peace, hey, give us a piece of love. Give us a piece of peace, hey, give us a piece of love. Give us a piece of peace, hey, give us a piece of love. Give us a piece of peace, hey, give us a piece of love. خب دوستان عزیز، ادامه برنامه فرهنگی فراغتی شام غریبان است. ما 91 برنامه رو شروع کردیم دوستان عزیز. اولین سرود بود در برنامه شام غریبان با نام سلام علیک از فرهاد دریو پخش کردیم تا اینکه چی گویم در اول یک آشنایی نزدیک پیدا کنیم. دوستان عزیز، برنامه فرهنگی فراغتی است، بهر شماست و بهر آن است که شما یک لحظه هم باشد بعد از کار فارغ از همه چی گویم کمبودی ها یک لحظه هم باشد فراغت کنید، استراحت کنید و در برنامه ما دلتون شاد گردد و یادی از دوستان کنید و به یاد بیارید کدامی از دوستانتون امروز آزاد روز دارند، کدامی دوستانتون امروز جشن ها دارند و چی سرود رو گوش کردن میخواهید. یکم قصه های جالب باشد مرحمت شما رو میشنویم. تلفن ما در استودیو فعال است 8967 111 56 46 8965 151 0410. می توانید زنگ بزنید، مستقیما برنامه ما جریان دارد، یا اینکه می توانید طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، مسنجرهای وایبر، واتساپ، ایما، SMS پیامک‌های خود رو بفرستید و ما نامه‌های درخواستی شما رو حتما اجرا میکنیم. سرودهایی که شما درخواست میکنید حتما پخش میکنیم و در تبریکاتی شما بهره دوستانتون نیز ما نیز شامل میشویم و دوستان شما را از نام شما طریق برنامه شام غریبان تبریک میگوییم. دوستان عزیز، در آغاز چون همیشگی رژه امروزینه یعنی که تاریخ امروزینه رو میگویم. امروز 11 دکبر است، ساعت به وقت مسکو 20. امروز روزی بین المللی کوه بوده است، یعنی که امروز در جهان جشن گرفته میشده است روزی بین المللی کوه. رویدادها 11 دکبر سال 2012 در شهر کوالالامپور مالایزیا مراسم قرعه‌پردازی مسابقات آسیا بین دسته‌های فوتبالبازان جوان برگزار شد که دسته منتخب تاجیکستان از روی نتیجه قرعه‌پردازی به گروه S منطقه‌های آسیای مرکزی و جنوبی شامل گردید. در این روز سال 1852 در پاریس کهنه‌ترین بنای سیرک گشوده شد. 11 دکبر سال 1946 اولین کامپیوتر مارک 1 اختراع کرده شد. دوستان عزیز، کامپیوتر که امروز یک وسیله هست که همه کار و زندگیمون رو به همین پیش میبریم در در کارخانه ها، در مؤسسه‌ای که ما فعالیت میکنیم به کامپیوتر علاقه دیگر کار پیش نمیرود. همین کامپیوتر رو در همین روز 11 دکبر سال 1946 اختراع کردند با نام مارک 1. نام کامپیوتر همین گونه بوده است. اختراعش راست آمده است به همین روز 11 دکبر سال 1946. اینچنین در این روز سال 1919 اولین شماره روزنامه مسکووسکی کامسomolets از چاپ برآمد و سال 1946 در همین روز فوند کودکان سازمان ملل متحد یونیسف سازمان داده شد. یعنی که روز تأسیس یابی فوند کودکان سازمان ملل متحد یا خود یونیسف، یک سازمان بسیار مشهور معتبر است، در همین روز راست می‌آید. به همین روز راست می‌آید تأسیس یابیش در سال 1946.
دوستان عزیز، خب همچنین میخواهم وضع باد و هوا رو در آغاز برنامه به شما پیشنهاد کنم، چون نفرانی که میخواهند به کجای سفر دارند، به یگان منطقه سفر دارند یا اینکه به کار رفتنی‌اند، از وضع باد و هوا آگاه شوند. باز فکر میکنم خوبتر است، چون که چی گویند یک با خلاصه معین میوید که پگاه چگونه لباس پوشیدن لازم، چگونه پای افضل پوشیدن لازم، چتر گیریم چتر نگیریم، هوا وضع هوا رو فهمیدن در کار. به همین خاطر وضع باد و هوا رو منظورتان میگردانم. 12 دکبر در شهر دوشنبه و ناحیه‌های اطراف پایتخت هوای آفتابی گفته می شود، ولی شبانه کمی باران می بارد. حرارت هوا روزانه تا 12 درجه، شبانه تا 6 درجه گرم خواهد شد. در مسکو پگاه هوای ابری در نظر است. حرارت روز و شب دایره 1 درجه گرمی را تشکیل می دهد. در سنت پترزبورگ نیز پگاه روزانه هوای ابری ببارش گفته می شود، اما شبانه برف می بارد. روز و شب هوا 1-2 درجه گرم می شود. 12 دکبر در خبرسک بارشات در نظر نیست. شمال از سمت غرب با سرعت 7-11 متر در ثانیه می وزد. حرارت هوا سرد شده، روزانه تا 22 درجه، شبانه تا 17-18 درجه سرد می شود. در نوسیبیرسک شب 12 دکبر برف می بارد. روزانه هوای ببارش گفته می شود. حرارت هوا روزانه تا 6 درجه، شبانه تا 4-5 درجه خنکی گفته می شود. در شهر یکاترینبورگ و ولایت سوردلوف پگاه برف می بارد. وزش شمال با سرعت 10-12 متر در ثانیه از سمت شمال گفته می شود. هوا روزانه 5-6 درجه، شبانه تا 8 درجه خنک می شود. در شهر اوفا نیز پگاه کمی برف می بارد. حرارت هوا خنک بوده، روزانه 8 درجه، شبانه تا 11 درجه خنکی پیشگویی کرده می شود. دوستان عزیز، وضع باد و هوای شهر دوشنبه و ناحیه‌های اطراف پایتخت رو و وضع باد و هوای شهرها و اینکه منطقه‌های کلانترین روسیه رو من منظورتان گردانیدم و آماده باشید. چطوری که شنیدید در بعضی منطقه ها برف میبارد، در بعضی منطقه ها باران است، بعضا منطقه ها 1-2 درجه گرم است، بعضا منطقه ها عموما تا 20-22 درجه خنکی پیشگویی می شود. به همین خاطر چی گویم، شنیدن وضع باد و هوا من فکر میکنم برای هر یک شما حتمی است. خب دوستان عزیز، انتظار نامه های شما هستم. به یاد بیارید در این روز کی زاد روز دارد، کدامی از دوستان شما جشن دارد، کدامی از دوستانتان زاد روز دارد، کدامی از دوستانتان رو میخواهید به یگان سنه فرخنده تبریک بگویید و یا اینکه کدامی از دوستانتان رو میخواهید همچون یک نشان دوست بهترین یک پیام بفرستید. شرط نیست که حتما باید دوست امروز روز زاد روزش باشد بعداً با اون کس تبریک گوییم یا اینکه پیام بفرستیم. نه اینطور نیست. دوست جانی همیشه در یاد در کنار دوست باقی است و باید که از دوست جانی یاد کنیم هر لحظه و هر ساعت. اگر فکر میکنم همه شما دوستان جانی دارید، میتوانید چی گویم، در اینجا یک زنگ تلفن است، میخوام اول زنگ رو جواب بدم بعدا صحبت رو ادامه میدیم. الو، سلام علیکم. سلام علیکم. الو، ما رو میشنوید؟ الو، سلام علیکم. الو، سلام علیکم، ما رو میشنوید؟ جانی بیگ و اولوق بیگ رحمت الله سرود دوستی خونده شون رو در نظر دارید؟ خب جستجو میکنیم سرود از جانی بیگ و اولوق بیگ رحمت الله رو. خب از کجا زنگ میزنید؟ تشکر، سلامت باشید. تشکر برای زنگتان. خب دوستان عزیز، 0443 بودند، به همه درود گفتند و سرود درخواست کردند از جانی بیگ و اولوق بیگ رحمت الله. ما به نوبت میگیریم، نوشته گرفتم، من حتما سرود رو پخش میکنم، جستجو میکنم و سرود رو پخش میکنم. دوستان عزیز، همین گونه به مثل همین نفری که این حال زنگ زدند، شما نیز چی گویم فعال باشید، یادی از دوستان کنید
ба ёд биёред ки кадом дӯстатон масалан имрӯз мехоҳед чӣ паёме бифиристед ба дӯст. чӣ тавре ки пештар гуфтам, мо наметавонем ки фақат интизор бошем ки дар рӯзи зодурӯз ба дӯст табрик бигӯем ва ё ки паёме бифиристем. Не, метавонем дар барномаҳои мо, тарқи барномаҳои мо метавонед паёме бифиристед ва ин як нишона мешавад аз дӯстии ҷонӣ будани шумо. худо кунад ки аз дӯстони забонӣ ва нонӣ шуморо эмин нигоҳ дорад ва ҳамеша дӯстони ҷонӣ дар радифи шумо бошад. ман як суруди чӣ гӯям, як суруди ҷазоби ошиқонаро баҳри янамон нафароне ки ошиқ ҳастанд пахш мекунам то чӣ гӯям, то дилашон як гарм шавад, дилашон як дар шӯр биёяд, як ёди ҷавонӣ биёяд ва як сурудро пахш мекунам. суруди ошиқиро баъдан сурудҳои дархостӣ ҳастанд, инҷа табрикоту номаҳо омаданд, баъдан онро қироат мекунам, ба сами шумо мерасонам ва сурудҳои дархостиро пахш мекунам. хуб, сурудро мешунавем. гесу парешон ном дорад. آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار. از تو چه پنهان سر به هوایت شده، دل بیچاره از لحظه دیدار. زربانم تویی، مرد زبانم تویی، جان و جهانم تویی، عشق تویی تو. عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق تویی تو. گیسو پریشان رو بر نگردان از روی دلدار، یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. گیسو پریشان رو بر نگردان از روی دلدار، یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. خب دوستانی عزیز، عذر میپرسم، من موسیقی را باز داشتم، در اینجا یک زنگ شد، الکی خاموش شد. نمیدونم اگر که نفری هست، نفر زنگ زدند و زنگ خاموش شد، الحال باز زنگ میزنند، میشنویم. الو، سلام علیکم. برنامه فرهنگی فراغتی شامی غریبان است، مستقیما از استودیو مرکزی رادیو مهاجر شما رو میشنویم. خب اسم شریف شما، نامتون. خب محمد پدرتون در تاجیکستان قرار دارند. خب بهر پدرتون بهترین سخنها گفتید و یگان سرود درخواستی دارید؟ حتما هست، چرا نه، بهر پدران هست. خب با چی کارها مشغول هستید؟ یعنی که شغل دارید، کار میکنید، مهنت میکنید. بله درست است. خب ما درخواست شما رو به نوبت گرفتیم. ما از نام اهل ایجاد برنامه شامی غریبان با پدرتون گفتنی هستیم که بگذار همیشه سربلند، موفق، 100 ساله ها عمری پر برکت ببینند. بگذار که درد سر فرزندان رو نبینند و همیشه خوش و خرسند و خوشبخت باشند در گردی فرزندان. تشکر به شما برای زنگتون. شما رو نیست. تشکر. خب دوستان عزیز، دیدید یک نفر 8744 با نام محمد از شهر یکاترینبورگ زنگ زدن و پگاه زادروزی پدرشان بود، از صاحب جشن یعنی پدرشان رو تبریک گفتند. شما نیز چی گویم، از خاطر نبرارید و
با یاد بیارید که کی کدامی از نزدیکانتان زادروز دارند، کدامی نزدیکانتان جشن‌های فرخنده دارند و با آنها تبریک بگویید. سرود گیسو پریشان رفته ایستاده بود. دوستان عزیز، من عذر میپرسم که زنگ شد و من سرود رو باز داشتم، به همین خاطر دوامی سرود رو میشنویم. بعداً نامه‌های درخواستی است و سرودهای درخواستی است، سرود رو گوش میکنیم. ادامه سرود رو میشنویم. چشمت مرا، من دل خسته از عشق تو بیمار، به خدا این همه دل بریت صاف نیست، من دل خسته را کم بده، آزار سربانم تویی، برد زبانم تویی، جان و جهانم تویی، عشق تویی تو، عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق تویی تو، گیسو پریشان رو بر نگردان، از روی دلدار یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار، گیسو پریشان رو بر نگردان، از روی دلدار یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. تو ما را در موج مویت کردی گرفتار، گیسو پریشان رو بر نگردان، از روی دلدار یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. خب دوستان عزیز، سرودی گیسو پریشان را شنیدید، برای عاشقان بخشیده بودیم و در اینجا سرودهای درخواستی هستند، نفران نامه ها فرستادند، تبریکات ها هست و چطوری که شما شنیدید یکشون آمده ما در خط علاقه بودند. همراه ما 1443 سرودی جانی بیک مرادوف و اولاغ بیک رحمت الله را درخواست کردند، یک دویتی که اونها یک جای خوندند و همین سرود رو من پخش میکنم، بعدا میپردازم به خواندن دیگر نامه ها. سرودی درخواستی، سرود تازه ایجاد است و میشنویم یک جای. یار زیبویم گل را میگویم، ابرنگ نورت از ما میجویم، یار زیبویم گل را میگویم، ابرنگ نورت از ما میجویم، یادت کنم هر شب و روزم، امیدم را بسته آرزویم، یادت کنم هر شب و هر روزم، امیدم را بسته آرزویم، بار بدارم بار بیمارم، بار منظارم بار با من نگر، بار بدارم بار بیمارم، بار منظارم بار با من نگر. manzo
بار بیمارم بار من زارم بار با من نگر بار بیدارم بار بیمارم بار من زارم بار با من نگر دوستان عزیز، سرود در اجرای جانبک مرادov و اولوغبک رحمتالله فرو شنیدید. سرود رو درخواست کردند یک شنونده ما. چه رقم آخری تلفنشون 14 0443 درخواست کرده بودند و مانده نباشید شما نیز دوستان عزیز. و درود میگویم به نفرانی که تازه به برنامه ما پیوستند. بار دیگر هم تکرار شود میگویم برنامه فرهنگی است، برای شماست. می توانید یادی از دوستان نزدیکان کنید و با شماره 8967 111 5646 8965 151 0410 زنگ بزنید و مستقیما برنامه مجران دارد همراه ما هم صحبت شوید. تبریکات خود را برای دوستان نزدیکانتون بفرستید و یا که پیامی دارد یا که همین طور یادی از دوستان کنید و یک پیامی بفرستید. این رمزی دوستی حقیقی می شود و فکر میکنم از شنیدن این دوستان شما بسیار هم خوشحال می شوند. به همین خاطر سرودهای درخواستی هستند دوستان عزیز. اینجا یک نفر از شهر یکاترینبورگ محمد زنگ زدند 8746 رقم آخری تلفنشون سرود پدر درخواست کردند. یک نفر دیگر شنونده ما که در شبکه یوتیوب به ما نویساندند سرود عاشقی در اجرای نگینه امانقلووا شود. یک نفر دیگر در خط علاقه است. میشنویم. الو، سلام علیکم. سرود جدایی؟ چرا محض سرود جدایی؟ برای که سرود ناست برای همه پیشنده از فکرم 2020 است. قبول شنونده عزیز، از کجا زنگ میزنید؟ از شهر پنزه. سلامت باشید. ما درخواست شما رو قبول کردیم. شما استراحت کرده گوش کنید. ما حتما سرود درخواستی شما رو پخش میکنیم. تشکر. قبول. خب درود این نفر رو به اکای مصطفی میرسانیم. اکای مصطفی کسی که نباشید شما اگر ما رو گوش کرده استادید 4 رقم آخری تلفنشون 0443 همچون نشانی دوستی حقیقی به شما درود میگویند. بعد آقای که شما هستن از شهر ایساره با آقا سلام خدا برسانم، چون که در باز در شهر خود نبودم آفزان شدم. کوشش دارم به نزدیکی با اونجا سفر نمایم. سفرتون به خطر باشد. به شما راهی سفید خوانیم و تشکر میگیم که ما رو زنگ زدید و در برنامه ما شرکت کردید. سرودی درخواستی شما رو من حتما پخش میکنم. تشکر. دوستان عزیز 0443 با زنگ زدن خواستن سرود جدایی شود از نگینه امانقلووا نیز سرود درخواست شده بود. اینجا یک نفر با نام محمد در فیسبوک در یوتیوب نویساندند از نگینه بانو نیز سرود درخواست کردند. لیکن پیش از این درخواست ها سرود پدر بود. سرود پدر در نوبت ایستاده بود. درخواست یک نفر با نام محمد جان از شهر یکاترینبورگ زنگ زده بود. پگاه پدرشان زاد روز دارند. پدرشان رو تبریک گفتند. ما نیز در تبریکات او شامل شدیم و به پدرشان بهترین سخنها رو گفتیم و سرود پدر رو درخواست کردند. من اینجا یک سرود پدر یافتم. بسیار شعرش مضمونش بلند است. میشنویم یک جای سرود رو میبخشیم به پدر محمد جان که صاحب جشن پگاه زاد روز دارند. در اینجا یک زنگ دیگر است. میشنویم. حتما سرود رو پخش میکنم. الو، سلام علیکم. و علیکم سلام. مانده نباشید، خسته نباشید. برنامه فرهنگی فراغتی شامی غریبان از استودیو مرکزی رادیو موجر مستقیما جریان دارد. شما را گوش میکنیم. تشکر. خسته نباشید برادر عزیز.
سلام دیگر میرسونم به نفرانی که این لحظه ما رو میشنوند و سلام یک گرم و جوشون میگه و نفری که این لحظه ما رو از شهر پنج دوستمان تبریک کردن. سلامت باشم با هم زندگی و خوشبای زندگی رو برایشون تمنا میکنیم. و یک سرود بخشیش من مصطفی هستم، شنونده دائمی شما از رایون مشغول کنم. خب اکای مصطفی چی درخواست دارید؟ درخواست یک سرود است برادر عزیز، یا встретил девушку، نمیدونم راستی این سرود یا встретил девушку. من فهمیدم سرود رو. تاجیکیش هم هست، روسیش هم هست، کدامش رو پخش کنیم؟ اما هم تاجیکی و هم روسیش اگر دریافت کرده میشه در این سرود رو میبخشم با این دوستی که از شهر پنج زنگ زدن با 0443. بله قبول. سلامت باشید. تشکر از شما که ما رو میشنوید، همراهی میکنید. برای سخنان بهترینتون ما یک جهان تشکر میگیم. از شما میندار هستیم، شما شنونده دائمی ما هستید. تشکر ازتون میگیم. تشکر. خب دوستان عزیز، یک شنونده دائمی دیگر ما 5557 با نام مصطفی زنگ زدند از ناحیه شولکوه در همین منطقه مسکو هستند و با دوست خود 0443 نیز پیام فرستادند و پیام دوست خود را نیز قبول کردند. دیدید چقدر دلها را نزدیک میکند رادیو مهاجر. ما پیام یک نفر را از ولایت پنزه با مسکو آوردیم و پیام مسکو رو باور کنید با پنزه علاقه من فرستادم. خب این دو دوست یکدیگر رو شاد باش گفتند، یاد از دوستان کردند. این نشان از دوست حقیقی است. دیدید که برنامه شامی غریبان رادیو مهاجر چقدر دلها رو به هم نزدیک میکند. ما پیام رو از پنزه قبول کردیم به مسکو رسانیدیم، از مسکو قبول کردیم باز به پنزه رسانیدیم. انا این است دوستی حقیقی، انا این است نشانه دوستی. بگذار که در دوستیشون چی گویم چشم نرسد، گفتی همون نفران دیگر، همیشه دوستیشون پاینده باشد، جاویدان باشد و دوست باشند چون دوستی حقیقی، دوستی جانی. خب دوستان عزیز، در اینجا سرود محمد جان درخواست کرده بود سرود پدر رو برای زادروزی پدرشون بخشیده بودن. سرود پدر رو پخش میکنیم، بعداً صحبت رو ادامه میدیم. نامه های دیگر رو من مطالعه میکنم، با سرود های درخواستی هستند اینجا. پدر اسمت همیشه روی لب‌هاست، پدر مهرت همیشه توی دل‌هاست، پدر دفتر شعرت توی تاقچه تنها آرامشه، قلبم تو شب‌هاست، پدر یادم نمیره مهربونیت، پدر یادم نمیره همزبونیت، پدر وقتی که رفتی من شکستم، پدر حرف همه از حرف جوونیت، پدر وقتی که رفتی من شکستم، پدر حرف همه از حرف جوونیت، پدر پشتم شکست از رفتن تو، پدر شادی تموم شد تو غم تو، پدر اون همه حرفات کجا رفت، همه رفتن بعد از رفتن تو.
پدر تنها شدم تنهایی سخته پدر تنهاییم از دست بخت دلم از دست بختم گله داره چرا اون مثل تیکه سنگ سخته بعد رفتن پدر زندگی نور قلب من به خاموشی سپرد بعد رفتن پدر هستی من سر به جاده های بی کسی سپرد بعد رفتن پدر زندگی نور قلب من به خاموشی سپرد بعد رفتن پدر هستی من سر به جاده های بی کسی سپرد دوستان عزیز سرود پدر را شنیدیم. اینجا شنونده ما با نام محمد جان درخواست کردن سرود پدر را و پدرشان زاد روز داشته است به پدرشان بخشیدیم. ما نیز بهترین تمنیات را برای پدر او گفتیم و خدا کند که 100 ساله ها عمر ببینند، عمر پرفیض و برکت و درد سر فرزندانش را نبیند، چون فرزندان در غریبی هستند. بگذار همیشه همین گونه با یاد پدر باشند. در اینجا سرود از نگین امانقلا و سرود جدایی درخواست شده است از 0443 و همچنین یک سرود دیگر یفسترتیل دیوشکو 5557 درخواست کردند. این نفران چی گویم همین گونه دلاشون نزدیک شد که ما پیامی چی گویم یک پیامی رو از ورونش از شهر ولایت ورونش قبول کردیم و به مسکو فرستادیم و از مسکو قبول کردیم به ورونش فرستادیم. در یک لحظه شما نیز میتوانید این رو بکنید، یاد از دوستان کنید و نشان دهید که شما چگونه دوست حقیقی هستید. دوست حقیقی رو همون زمان میفهمی که یا اینکه در غریبی هستی یا اینکه ناگهانی یگان درود پیام میفرستد. عموما یک خصلت‌های نشان دهید که از دوست جانی بودن شما دوستانتان آگاهی یابند. در حقیقت در این یک زمانه است که دوست جانی و نانی و زبانی هست. اینها رو فرق کردن کمی مشکل است. در حالت‌های فرق میکنه که در همون حالت‌ها با کمکشون نیاز داری یا اینکه به یادت نرسند. در اینجا یک شنونده دیگر نویسنده است در فیسبوک با نام نگین نبی و شام بخیر باشد به همه هموطنان غریب. شما نیز بخیر شادی باشد. نگین بانو تشکر که ما را همراهی میکنید، ما را میشنوید و از همه نفرانی که تازه به برنامه ما پیوستند بار دیگر خاطر رسان میکنم که برنامه فرهنگی فراغتی شامی غریبان است. میتوانید مستقیما با ما در تماس باشید. تلفن ما در استودیو فعال است 8967 111 56 46 8965 151 0410. میتوانید مستقیما زنگ بزنید، همراه ما هم صحبت شوید، پیام و درود و پیغامی که دارید به هر دوستان بفرستید. و فکر میکنم وقتی آن رسیده است که همون سرود نگین امانقلا و سرود جدایی سرود نو است تازه ایجاد است درخواست کرده از 0443 رو پخش کنیم. روزگاره با منی بود لیک واقعا
با منی و لیک با غیر آشنایی با منی و لیک از من جدایی رقصی باری راهی دوری تا بکوی به صدایی کوچه کوچه از کنارم جدایی دوستان عزیز، شعر تازه ایجاد بود در اجرای نگینه بانو امانقول و اینجا سرودهای درخواستی اومده ایستادن، نامه‌های درخواستی هستند و چون سرود جدایی بود نمیخوام از جدایی ها حرف زنم، لیکن یک چی گویم جدایی فکر میکنم کمی هم مشکل است برای عاشقان و 4 مصرع شعر عاشقی رو قرائت میکنم، بعدا میپردازم به دیگر درخواست ها. همین عشق است که میسوزد سر و پای وجود من، سر و پای وجود من، تمام تار و بود من، نه دلم در کنار آید، نه صبر و اختیار آید، نمی آید عزیز من که با تو نوبهار آید. بگذار که چی گویم تمام عاشقان یک جایه باشند، دلشان غم رو نبیند و از جدایی هیچ گاه حرف نزند، از جدایی هیچ گاه حرف نزند و همیشه باید یک دیگر باشید و توسط برنامه ما عاشقان فعال باشید و بعد روز با نزدیکان و پیوندان خود درود بفرستید و با چی میگن به نفر دوست داشته خود بتوانید یک پیام بفرستید. انا همین لحظه شما معین میکنید که شما عاشق حقیقی هستید، یا اینکه شما دوست حقیقی هستید، دوستی هستید که جانی هستید، عاشقی هستید که مثل چی بگم لیلی و مجنون. خدا کند که همون عاشقی هر یک شما همین گونه باشد، مثل لیلی و مجنون عاشقی حقیقی باشد. در اینجا نامه دیگر است، نامه رو میخوام بخونم، بعدا سرودهای درخواستی دیگر رو پخش کنم. در اینجا یک نفر 4 رقم اخیر تلفنشون 8581 نویسنده است که السلام علیکم، شب بخیر دوست من روی خوشصدا، از چی کم نما هستید یاد کردیم. یک ترانه درخواستی از خانم سریا قاسمова، بحر ماجران تنها. همیشه سربلند باشید نویسنده است. تشکر زیاد. 8581 شما نیز به شما نیز درود میگویم، سلامت باشید. از شما میندار هستیم که ما رو همیشه همراهی میکنید و صدای ما رو میشنوید. صدای ما چی گویم صدای قلب دل هر یک شماست، ما دل شما رو میشنویم، ما شما رو چی گویم برای خود بهترین عزیزها میدونیم و همیشه در دل و دیده ما جا هستید. من سرودی درخواست کرده شما رو حتما پخش میکنم، لیکن تا این دم اینجا سرودی درخواستی دیگر هستند و میخواهم که همین چطوره که شنونده ما با نام مصطفی 4 رقم اخیر تلفنشون 8587 درخواست کردند یک سرتیل دیوشکو انمی سرود رو و بخشیدند به 0443 و پیام خود رو فرستادن طریق برنامه ما با چی گویم با ولایت پنزه. مسافه طولانی است فکر میکنم، لیکن در برنامه ما طولانی ها گفتنی گپ نیست، دل ها نزدیک است در این برنامه و دل شما رو ما با دوستانتون باز هم نزدیکتر میکنیم. یعنی که برنامه شام غریبان رادیو ماجر هم صدای دل شماست، دل شما رو میشنود و پیام و درخواستای شما رو در یک لحظه در کجای دنیایی که نباشد دوستتون، رفیقانتون، نزدیکانتون میرساند. سرودی یف سترتیل دیوشکو رو پخش میکنیم در اجرای ظفر عبدالعلیموف. С ума свела, разбила сердце мне, покой взяла.
Пару месяцев кровь на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. دیدم جمال ابروی لاله در زیر چشمش بینهاده خاله عقلم رو بود خالی سیاه دل پاره کرد تیغی نگاه عقلم رو بود خالی سیاه دل پاره کرد تیغی نگاه. Я любовь на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне. Покой взяла. دوستان عزیز خسته نباشید. ادامه برنامه فرنگی فراغتی شام غریبان است از استودیو مرکزی رادیوی مهاجر. ساعت به وقت مسکو 20:51 است. 9 دقیقه بعد ساعت 9 شب می شود. شما با راحت فراغت و استراحت کنید و ما در کار هستیم بهر استراحت شما. اینجا حرکت داریم، کوشش کرده ایستادیم که تا به شما یک شام بسازیم که شام پر از مهر و محبت باشد، شام پر از صمیمیت ها باشد، شام پر از گرمی دل ها باشد، شام پر از چی باشد؟ درود ها باشد که درود و پیغام شما رو دوستانتون قبول کنند و ما از دوستانتون به شما بفرستیم. به همین خاطر ما در خدمت شما قرار داریم و سرودی درخواستی هست در اینجا 85-81 چطوری من نامش رو خوندم. به همه درود گفتند، به من نیز درود گفتند، تشکر میگم از او و سرای قاسمووا از بانوی هنر سرای قاسمووا سرود درخواست کردن. من به اینو بعد میگیرم. یک نفر دیگر در اینجا نویسنده است که سلام علیکم، اگر همون سرودی یورک شغنانی مرمونی چی نویسنده است در دوام نویسنده است که عروس شغنانی هم را یاد کردم. نمیدونم کدام دوست داشته شغنانی دارد. خواهش کرده است که همون سرود یورک شغنانی را در اجرای سپون سعید پخش کنه. 13-12 از 4 رقم اخیر تلفنشون گفته است که سرود یورک شغنانی را پخش کنند و دوست داشته شغنانیش رو یاد کرده است. 13-12 حتما ما چی گویم، اگر نفری که ما رو میشنوید پیامی 13-12 رو من به شما میرسونم. اگر این نفر رو بشناسید، این نفر عاشق دل و دیده شما بوده است چون که در اینجا نویسنده است و حتما سرود درخواست کرده شما رو 13-12 ما پخش میکنیم و پیام شما رو به نفر دوست داشته تون میرسونیم. فکر میکنم اون کس شما رو میدونید، شما او رو میدونید و به یک دیگر دلهایتون نزدیک است. اگر دلها نزدیک باشد صدای قلب یک دیگر رو احساس میکنید. و همین گونه دوستان عزیز سرود درخواستی هست از بانو سریا در نوبت ایستاده است و بعدا سرود در اجرای شادروان
صبحانه سعید رو یا رک شغنانی رو پخش میکنیم و فراموش نکنید تلفن ما در استودیو فعال است 8967 111 5646 8965 151 014. ساعت سرودی درخواست کرده 8581 در اجرای بانوی هنر سریا قاسمووا را میشنویم. سرود نام دارد شیرین گفتار. شما نیز بگذار همیشه شیرین گفتار رو نمون لفظ شیرینی دری داشته باشید. چشمانی سیایی همیشه خمار داری شیرین گفتار داری دو چشمانی سیایی همیشه خمار داری شیرین گفتار داری چشمی آهو داری دلی جادو داری چشمی آهو داری دلی جادو داری خنده بر لب میزنی چیری زدن داری شیرین گفتار داری خنده بر لب میزنی چیری زدن داری شیرین گفتار داری تو را میبینم که میلی گل و گلزار داری شیرین گفتار داری شیرین گفتار داری بیا پیشم بنشین چه ناز بسیار داری شیرین گفتار داری تو را میبینم که میلی گل و گلزار داری شیرین گفتار داری تو را میبینم که میلی گل و گلزار داری شیرین گفتار داری دو چشمانی سیایی همیشه خمار داری شیرین گفتار داری دو چشمانی سیایی همیشه خمار داری شیرین گفتار داری شیرین گفتار داری شیرین گفتار شیرین گفتار سلامت باشه. تشکر. قرصکای شما برای هنرمندی خلقی جمهوری تاجیکستان سریا قاسمووا سوربان شاه سوربان ایجاد بخیر برابر کمک بی‌غرضانه همین زن
دوستان عزیز، سرود شیرین گفتارو در اجرای بانوی هنر سریا بانو قاسم شنیدید و سرود رو درخواست کرده بودند یک شنونده ما 85 81 4 رقم اخیر تلفنشون. در اینجا یک زنگ دیگر هست، میشنویم. الو، سلام علیکم. متاسفانه علاقه کنده شد. رقم های تاجیکستان بودند. بازم این نفر به فکرم بله این نفر هستند. با ما چی گویم، علاقهشون قد میگردد، نمیدونم از چی سبب. چون رقم اخیر تلفنشون 55 52 است، جمعی 992. این شماره تاجیکستان است. ما به نهایت شاد میشویم که هموطن خود را بشنویم صدایش را، ولی که متاسفانه نتوانستیم. دوستان عزیز، آهسته آهسته وقتی به جدا گردیده به برنامه ما نیز به انجام میرسد و فراموش نکنید پگاه نیز ساعت 14:00 به وقت مسکو، یعنی که ساعت 2 روز به وقت مسکو، چون همیشه که برنامه فرنگی فراغتی ما و شما جریان دارد، میتوانید که اینجا یک زنگ دیگر است. الو، سلام علیکم. تشکر زیاد به جای مصطفی که مرا فراموش نکرد و برای من سرود خوش کردم و از شما خوش دارم. بار دیگر سرود جانبک و شادر خان دوست شد. تشکر. ما سرود شما را قبول میکنیم. از شما تشکر میگیم، ما را همراهی کرده استودایید. حتما سرود را پخش میکنم. تشکر. الو، سلام علیکم. سلام و درود نثار شما باشد. تشکر. خیر و شادی باشد. این حال من از تاجیکستان میزنم و کل اون مهاجرانی که بیرون از تاجیکستان کار و فعالیت دارم و همه اونها سلام و پیام خودم رو میرسانم، مخصوصا از تاجیکستان، از ولایت سوخ، مخصوص به شنونده دائمی شما و بهترین استراتژی برنامه های شما مصطفی که این حال از شهر مسکو به شما زنگ بزنم، سلام گرم و صمیمی خودم رو میرسونم. یک سرود درخواست میکنم از مقدس نبی و شراره خاطره ها. این سرود رو میبخشم با مصطفی جان. سلامت. خب، اسم شریف شما، نامتون چیست؟ بشارت از شهر خوجند. خب بشارت بانو، هوای وطن چگونه است؟ هوا سرد است. هوا سرد است. فکر میکنم هوا سرد است، ولی که دلها گرم است که چون شما طریق برنامه ما پیام مصطفی رو شنیدید و این لحظه شما درود خود رو به آن میفرستید. بله، سلامت باشید و همه اونهایی که در مهاجرت مهنتی سلام گرم و صمیمی باری دیگر است. سلام پر از مهر و محبت وطنانه. بله. تشکر از شما میکنیم. شما نیست. تشکر که ما رو میشنوید از تاجیکستان و زنگ میزنید. تشکر. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، انا این رو میگویند نشانه از دوستی حقیقی. ما اول پیام را قبول کردیم از شهر، باز تکرار میکنم، از شهر پنزه، از ولایت پنزه به مسکو رسانیدیم با مصطفی به شهر پنزه باز درود خود را فرستادند، یعنی که از مسکو قبول کردیم درود اون کس را به پنزه رسانیدیم و مصطفی بار دیگر به کل دوستان خود درود رسانیدند و یکی از دوستانشان از تاجیکستان به یاد مصطفی شدند و زنگ زدند. دیدید که چگونه رادیو ماجر چه خیلی گفتم صدای قلبی دل شماست، در حقیقت همین گونه است و پیام‌های شما رو به یکدیگر میفرستد. بهترین نشان دوستی است، باور کنید این بهترین نشان دوستی است. خوشبخت همون مصطفی است که همین گونه دوستا دارد و همین نفران خوشبخت هستند که همین گونه چون مصطفی دوست دارند که همیشه در یاد آنها هستند. این نفر چه رقم اخیر تلفنشون 55 52 از تاجیکستان زنگ زدند، سرود خواستند در مقدس نبی و شراره خاطره و شد روان مقدس نبی و یک سرود اون کس رو خواستند، سرود شراره خاطره رو. فکر میکنم همه شما این سرود رو شنیدید. سرود بسیار سرود خوب است و حتما این سرود رو پخش میکنیم. سرود در اینجا پیش از این درخواست هست 1312 که با یارک شغلانی خود سرود شادروان سوپانی سعید یارک شغلانی رو بخشیده بودند. همین سرود رو گفته بود که یعنی که با یار شغلانی خود میبخشد. حتما همین سرود رو من پخش میکنم. بعد از این در اینجا یک زنگ دیگر است. الو، سلام علیکم. سلام علیکم. بار دیگر
مسکین از توجیکستان زنگ زدم با ما گفتنی هستم که همیشه خانه آباد باشن سربلند باشن که از تاجیکستان مثال سخنی ما را رد نمیکنم رادیو موجی رو گوش میکنم در تاجیکستان این هم باشد از پادپیسی کوی من باشد که با همشون سلامتی خوشحالی تمام باردار عزیز. خب مصطفی جان من میگم که شما بهترین انسان هستید بسیار طالع بلند دارید که دوستان حقیقی دارید چون همیشه در یاد شما هستند با شما از تاجیکستان پیام فرستادن شما نیز بهترین انسان هستید که یاد از دوستان کردید و با آنها پیام فرستادید تشکر البته که ما هم همیشه شما گوش میکنیم مثلا در بین 17,000 آدم مثلا رادیو شما رو چی میکنیم که همیشه با رادیو موجی بمونید ما از شما تشکر میکنیم زنده باشید برادر رحمت کنم سلامت باشید شبتون خوش باشد تشکر خب دیدید بار دیگر نشان از دوستی حقیقی بشارت بانو در تاجیکستان از شهر خوجند ولایت سوق زنگ زدن اگر ما رو میشنوید مصطفی در شهر مسکو پیام درود و پیام شما را قبول کرد و درود و پیام خود را تشکری خود را به شما ارسال کرد و ما این لحظه به شما از نام مصطفی بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا میکنیم بگذار همیشه دوست حقیقی بمانید بگذار همیشه با یاد همین گونه دوستا باشید و بگذار دوستی شما جاودانه باشد خب سرودی درخواست کرده است 12 را یارک شغنانی را پخش میکنیم بعدا سرودی درخواستی را مهمانی من سر به قدم هات مانم روز شبی مهمانی من سر به قدم هات مانم میروی تو از بری من ای دل بری رمیده من میروی تو از بری من ای دل بری رمیده من ای یارکی شغنانی درفتنا جانم ای یارکی شغنانی در نازکا جانم بیابان گشتم گردی جهان گشتم گشت و بیابان گشتم گردی جهان گشتم برای تو ای شغنانی منظر و حیران گشتم برای تو ای شغنانی منظر و حیران گشتم آواره و نالانم در عشق لیلا مجنونم آواره و نالانم در عشق لیلا مجنونم شهنازه شغنانی از عشق تو من دل خونم شهنازه شغنانی از دستی تو من دل خونم ای یارکی شغنانی